کلین میتواند در پیش خسولش و برادران شوهرش مقصد به حجاب گردد یا چه مقصد ممکن است نیست؟ در نزد برادران شوهرش انیق نمیتواند، لیکن در نزد خسروهای حاضر هم نشان نکند، چون که حادثه های ناخوش بسیار. من شخصا خودم چندین واقعه ها آدمو پدرش رفته از رسی رفته از کشته میبیام داملا گفت من نکن این کار رفته. فهمیدید؟ یعنی مان زنتون حمایه کنید از نزدیکانتون. مردم الکی خیلی از دین بیرون شدن. فهمیدید؟ اصلا پدر برای کلین محرم است، لیکن این معنی اون ندارد که مثلا زیب و زینتاش نشان تیاد برآورده، یعنی جاهای لازمشه. لیکن رومالچی معیده باشد، گردناش محکم باشد، هیچ گپ نه. لیکن به هر حال نو در نزد اصول بعضی علما سد ذریعه، یعنی گرفتنی پیشی راهی گناه. همین کار گناه نیو، لیکن احتمال که گناه شود پیشی راهش گرفتن به بهتر است که در پیش خسروها هم گردناشان بستگی سطر کتی برای هم بهتر است. آخر وقتی که اهمیت نمیتید مردم، وقتی که به زناشان اهمیت نمیتید بعد مشکلی ها رو میتید. من مثال بعضی برادر این پدر چا کنیم به زنی برادر ما همین کار کرده بود است، به زنی من هم خیلی کجوم میکرده است. این پدر باشه این زنیم نشود، این کشیم نشود، چیکار کنیم؟ گفته زنگ میزنم. برای همین پیشه که یعنی تنها نماند پدر کدی در یک خانه، اگر چی وای مثال چی هست، یعنی مادامی که میخواد طبیعتی ویران داشته باشد پیشش گیریتون. اصلا یعنی الله تعالی برای ما و ازواج ادعیائکم و ابنائکم، زنهای پسرهاتان برای شما حرام کرده شد. تا روز قیامت پسر اگر وفات کنه هم زنش گرفته نمیشد کلینده، تا روز قیامت طلاق تیدم گرفته نمیشد. پسرخوانده معیلی پسرخوانده پسری شما نه یا بیگانه گرفتید پسرخواند کردید. مثلا زید ابن حارثه پسرخواندی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پسرخواند و بیگانه، پدرش دیگه مادرش دیگه. ذلك قولكم بافواهكم، اون گپایی که فقط به دهانتان گفتید پسری من، گفتید پسری شما نیست و بیگانه هست. زنی و اگر طلاق دید بیگانه هست، برای گرفتنش اجازه است، لیکن زنی پسر حرام است. خب مادامی که حرام باشد برای این پدر محرم میشد، حدش حج رفته میتوند، حدش خلوت شته میتوند، اصلا اجازت است. لیکن برای سد ذریعه وقتی که زمان ویران شد و همین خیلی حادثه های ناخوش که شد، ما پیش راه میگیریم میگیم که نمانیتون احتیاط کنیتون زناتون.